کی هستی؟ نهاد تو باشی. خدا شما را خوش پیر گرداند. نه، این حقیقت نیست. من تو رو دوست می‌دارم. تو رو از وقت اول دیدنم دوست می‌دارم زهرا. از اون دمی که مفتونی اون چشمان کبوتی تو شده بودن، از اون دمی که زهرا چرا اینقدر برای من خاطر میشوی؟
تو رو دوست می‌دارم. گفتم تو رو بسیار دوست می‌دارم. اگر خواهی من به همه میگویم. فقط خواهش میکنم نرو. تو رو بسیار دوست می‌دارم. کی هستی تو؟ تو در نزد قبر زهرا چیکار میکنی؟ ای وای، این زینب است. از تو پرسیده ایستادم کی هستی تو؟ این دختر اینجا چیکار میکند؟ اگر چهره‌ام را ببیند از کی بودنم شبهه میکند. توکل نمیکنم. باز میآیم جانم. ایستا. از این دختر نجات نیافتم. ایستا. با تو گفتم ایستا. تو کی هستی؟ در سر قبر زهرا چیکار میکنی؟ ای بلا زند، او دردی سرم شده است. پشه خیره. کجا شد او؟ ایستا گفتم با تو. با فکرم خلاص شدم. زاغسیو؟ او زاغسیو را از کجا میشناسد؟ چه ها گفته ایستادم هر نفری که نقاب پوشد زاغسیو میشود. خوب، ولی کی هست این آدم؟ تو کی هستی؟ چرا در بالای قبر زهرا بودی؟ چرا مثل کلاس نقاب زاغسیو پوشیده ای؟ از پسی چی هستی؟ ایستا، با سوالهایم جواب بده.
میزند. کی باشد این آدم؟ اون آدمی پست رو میکشم. او چه خیلی جرأت کرد. از تو دیده من خودم بسیارتر میخواهم او را کشم، ولی گروه را زنده میخواهد. باز یکان خطای نکنی. گفته های گروه را چی کار کنم؟ برای من تو مهم هستی. این خیل باشد گفتم را بکن. قهرمان را به من واگذار. اگر خواهی قهرمان باش، اگر خواهی کیلس، دوست داشتم را ضرر رسانیدی، تو را میکشم. آن دختری دردی سر در همه جا روبرویم میبراید، در همه جا. انگشتری نیست. کجا شده باشد؟ دیوانه میشوم. انگشتری نیست. در قبرستان افتاندم چی؟ از پشت آن بیشرم. زهرا، زیا، اکنون باید به این خاتمه دهیم. مانع تو نشدم، ولی خودت رو به خطر میاندازی. گذشته‌ات رو فراموش کن. در پیشت آینده نوی هست. از آنجا دور شو و برای خودت زندگی نو بساز. برای من آینده نیست. زندگی نو نیست. تنها خاطره های گذشته مانده است و خلاص. و انتقام. پروای من رو نکنید. کجا باشد؟ همه خانه را تگورو کردم ولی انگشترین را پیدا نکردم. چیکار کنم دیگر؟ همش از پشت آن بیشرم. همش. همکار صبحانه خوردی؟ از کجا؟ نه نخوردم. با خانه ما بیا. آخر هر سحر همان جایم. شرمنده میشم همکار. میدونی که پدر من یک رو است. خانه را از دستت میگیرد. کنی تیز بیا، منتظر میشویم.
ای بدبخت ما تو را نگفتیم که این محله هوی بخه در جک ها دیگه تو نخه ما که گفت زدم مرا نگاه که حیوان فهمیدی پدر نله بر رئیست بگو که من موقعم وای مکنه. چی گفته ایستاده شما؟ به طرفی کیم واهمه دارید؟ جورا من دم خدا کردم. اکا جان نازن سوزن تینجین برنامه که فرزندو خونه همه طرفه تینجه اکاسی میفوره که دوله میگیری چی میگیری گرفتن گیر اکا جان اینجا محله خطه. چیگه پس اینجا ها؟ شوکت چی شد شوکتی ترسانچک؟ کمی پیش واهمه داشتی کو؟ اکا استغفرالله یک بار همین روی نورانی مرا نگاه کن نخواد من واهمه کنم اکا جان. خاموش باش با پایت یک تیر میپرانم تو که عقلت بسرت آید. اکا به خدا التماس اکا جان خیلی نکو در نامت مرم اکا به خدا تو فیلم اکا دین خریدم که 250 مش دادگی نیست اکا در نامت مرم اینا پراندی ها پوچه من چلاق شد همین چی فایده میگیری اکا التماس اگر یکون زمینه پمینه داشته باشی بیا برا موقع چابک پابک کنم این فایده میشه و تو نه کمیسر مراد ای شوکت یک بار سرت را در بلا نگذار سرت را یک بار در بلا نگذار. اکای مراد چی وای ما داری؟ بچه هم کاری همین مرده که من خودم حل میکنم چی دخالت میکنی؟ خاموش باش حل میکرده است. تو در این حیات چی رو حل کرده ای؟ اکای مراد مرا گوش کنید همین گپایی که شما گفتیستین در این محله عیبه به خدا اکا گوش کن شوکت با سرت بلا نخر اگر با سرت بلا هم آمد به من زنگ نزن. به همین من رقمای تر ندارم حیوان به من زنگ نزن رنگی کلتکیلز گبزه توبه. شوکت کارهای بیمعنی نکن با چنین کارت سر در بلا میماند. اگر به بلا هم گرفتار شدی مرا زنگ نزن فهمیدی؟ آنها کمیسر گپای برادری مرا گفتی؟ توبه استغفرالله. اینها رو در کدام طرف گذارم؟ این کاردها رو این خیل گذارید راست برابر. فهمیدم عزیز. یک دقیقه این مربای چی است؟ مربای آلوچگی است خانم. لطفاً از این پس با دقت‌تر باشید. در نزد خانم زینب مربای آلوچه نگذارید. الرژی دارد بعداً چشمانش ورم میکند. فهمیدم خانم. فراموش نکنید همه آن عطرهایی که در نزد آینه هستن گیرید باز بوی کشیده درد سر نشود. میلش خانم میگیرم. های چه خیلی دختری عجیب بوده است. آدم عطر بوی کشیده از هوش میرفته است برعکس به هوش میآید. بله به هوش میآید. باز دیگر چیزها هم هست. باز چی هست؟ زینب شنلی از مربای آلوچگی الرژی دارد. اگر بوی عطر به مشامش رسد از هوش میرود. او بازی رو نمیتواند. از شکلات نفرت دارد. از بلندی میترسد. فیلم های عاشقی رو دوست میدارد. زینب ما از هم دیگر اینقدر فرق داشتیم. چرا مربای آلوچگی رو دوست نمیداری؟ اهل خانواده زینب رو خوب میشناسند. باید با دقت باشم. زمانی منم فیلم های عاشقی رو دوست می داشتم. ایستد! در این میز چیزی نمی رسد. شیری مرغ؟ حالا هم نفهمیدید؟ سلطانم در کجاست؟ مادرم خودش را کمی ناراحت حس میکند. چی؟ دیرتر صبحانه میکند. با سلطانم چی شد؟ چیزی مهمی نیست. نوش جانتون بود. دینا شب
یک بار خیسر رفتی ما را حیران کردی. یگان مشکلی باشد گپ زن. معلوم می شود که بسیار یک مسئله شخصی بود. یک بار علامت کرده بپرسیش خیسر رفتی. آیا این دختر همسر آینده است؟ با او دردی دل کن. ببین بسیار غمگین است. همسر آینده؟ خدا نشان ندهد. معلوم است که بسیار غمگین شده است. تمام شب از تو پرسید آخه؟ البته که پرسیده است. دیشب در قبرستان از پسم دوید بشه. و جناب عظمی، دیشب تعجیلا یک کارم برآمد، باید زود میرفتم. یک بار خسته رفتم، بخشش میپرسم. تمام پسرم تمام. علمهای دلت که بیدار شد میتوانی به همسر آیندهت آنها را حل و فصل کنی. من هم بسیار فهمیدن میخوام. نازیه جان همون مربای اولوچگی رو به من نمیدهی؟ بده ملیس زینب اگر از مربای اولچگی الرژی نداشت؟ بسیار مربای بولذت بود است. خیلی وقت شده بود که این خیلی مربای بولذت نخورده بودم. زینب چیکار کرده ایستاده تو؟ نباید این رو خوری. کنی از دهانت برار. تو الرژی داری، کنی آن رو برار. فراموش کردم. زینب تو دستی ملیس در پوشش تب کن. کمیشر برو چی ایستاده ای؟ و همسرت یاری رسان. آخر هیچ چیز نمیشود جناب عظمی. چی کار کنم جناب عظمی؟ سلفا زده ایستاده است. سلفا آش شود. کنی آب بنوش. بگیر نوش. ملیس وقتی که زینب الرژی شود با او چی میشود؟ چی میشود؟ آخر چشم رویش ورم میکند. من مخصوص دوره دارم. دورو یا خدایا چه خیل شد که تو فراموش کردی. آن اسپرین نیست مگر؟ این بسیار دوروی خوب است ملیس. در حال الرژی رو برطرف میکند. شد ورم نکردی همی خیلی؟ نه خوبم. این انگشترینی زهرا است. زیا نوشته شده است. خانم زینبی رو از کجا پیدا کردی؟ وای من همین رو به شما نقل کردن میخواستم. در قبرستان یافتم. چی؟ در قبرستان؟ دزدی افلاس انگشترین را دزدیده است. بله من دیشب به مزار زهرا زیارت رفته بودم. در سر قبر یک آدم رو دیدم. یک آدم رو؟ بله. بله انا همان است. کلتا کلاس است تو. آن کلتا کلاسی بدبخت بسیار فریبگر بود. پدر جان بسیار ترسیدم. نترسانم نترس. پدرت اینجا هست. پدرت را محافظت میکند. آن کلتا کلاسی بیناموس میدانی از من بسیار سخت میترسد. از تو چرا میترسیدم؟ دیوانه. به این هم با کلاس یکی صبحینو تمام داشتیم. اژدهای سرخ رو او به سرمون بلا کرد. اگر باید به او نشون میدیم پدر. انا همینجا هستم کمال. چیکار میکنی؟ بکردیه. خاموش باش خاموش. در اصل آن اژدهای سرخ را به سرمان تو آوردی. تو مصیبت کردی. آخر پدر من چیکار کردم؟ جناب عظمی با او سر و کار نگیرید. ارزنده نیست. بخشش ما با هم شناس هستیم؟ همدیگر رو نمیشناسیم. من تو رو بار یکم است که میبینم. تو چی خیل مرا نمیشناسی؟ مجبور نیستم که تو رو شناسم. من با تو صحبت نکرده بودم مادر. خوب پدر. بس است آخر. ما میخوایم که یک چیزی مهم رو فهمیم. کلتکل زنده است یا مرده؟ خانم زینب شما روی آدم رو دیدید یا نه؟ این به شرم رویم رو دیده است و پنهان میکنه چی؟ خانم زینب کمیسر زباید سوال داد. چهره آن آدم را دیدید یا ندیدید؟ کمیسری بی شرم. اگر چهرش رو میدیدم به تو میگفتم. اگر متاسفانه ندیدم. یعنی قبرستان بسیار تاریک بود.
ман аз паси ӯ рафтам, вале ӯ гурехт. баъдан ниқобро ба сараш кашид. ба фикрам вақте ки медавид ба навдаҳо расида ин ангуштаринро афтонидааст. بس است این همان کلتکرس است که ارواحش به قبرستان آمده است. مزار زهرا را ارواحش پاسبانی میکند. دیوانه خودت به دست بگیر. آخر کلتکرس گفته ایستادم، نمیفهمی تو؟ این مردک از کجا میدونه که کلتکرس است؟ میدونه جناب زبید، یعنی 2 سال پس انگشترین زهرا پیدا میشود. غیر از کلاس دیگر هیچ کس شده نمیتواند. خانم میلیس میفهمم، اما این دلیل کافی نیست. شاید انگشترین رو نفر دیگری گرفته باشد. دیگر کس در آرامگاه زهرا چیکار میکند؟ باید در حال انگشترینم را بگیرم. یا الله کمکم کن. خدایا من باید با سنم صحبت کنم. یاریم کن خدای مهربان. پسرم در خونه شما زنگوله نیست؟ چرا تک 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 در رو میکوبی؟ مادر جان روزتون بخیر. مادر جان؟ آها، خدا شفای دهد. با فکرم تو در خوردی از بالای بام افتادی. چه خیل مادر؟ خاله جان باید با سنم صحبت کنم. چی صحبت کردن میخوای با سنم؟ مخفی است. مخفی؟ پش پش. چه خیل مخفی؟ به این هم دخترم از پشت تو بیمار شده است. چی؟ سنمی من بیمار شده است؟ حاضر از هوش میروم. پسرم باز با تو میگویم نمیفهمی تو. بله بیمار شده است. از پشت تو شده برختی خواب افتیده است. خاله جان من باید در حال سنم رو بینم. نمیشود. لطفاً سنم با من احتیاج دارد. وجودش ناراحت شده است. یک طرف است تیمور. وجودش ناراحت بوده است. من تولد کردم نمیدونم. تو از کجا میدونی؟ اجازت نمیدهم. اوه هجری اوه. از پشت تو شده برختی خواب افتیدم. احوالم رو ببین. سنم جانم چی شده از با تو؟ باز میپرسده؟ رو از اینجا تو رو دیدن نمیخواهم. خدای این رو ببین. تو حجره خوابی دخترم اومده است. پسرم تو گپ رو نمیفهمی مگر؟ دخترم از تو هیچ خوشش نمیآید. کنی رفتیم پسرم رفتیم با بیرون. خاله جان یک لحظه اجازه دهید باید با سنم صحبت کنم. سنم مایده چم چرا با خودت جبر میکنی؟ آخر من تو رو دوست میدارم. تو رو با تو باور نمیکنم اجری. تو با نزد آن گهواره بخشد رو فهمیدی؟ ای رنگی دیوانه ها گپ نزن. من تو رو دوست میدارم. کدام گهواره بخش؟ با تو باور نمیکنم. برای باور کردن چیکار کنم من؟ از راستی تو میخوای که با تو باور کنم اجری؟ میخواهم البته. شد تمام. کنی من کمی فکر کنم که تو چی باید کنی؟ تمام فکر کن. کنی بینم چیکار کرده میتوانی. فکر دارد. یافتم. تو حاضر با مناره مسجد میبروی. برآمدی ها؟ در حقیقت از آنجا طور صدا میدهی که همه محله داند که مرا دوست میداری. ای در نزد همه شرمنده میشویم. تمام داد میزنم. ولی شرطی دارم هجری. گوهر بخشد هم باید شنود که مرا دوست میداری. چی شد هجری؟ چرا خاموش شدی؟ تو مرا دوست نمیداری. رو از اینجا. رفتیم پسرم. وقتت با آخر رسید. رفتیم. کنی رفتیم. بیو رفتیم. مایلش سنم. با منوره برآمده با همه اعلان میکنم که تو رو دوست میدارم. در حقیقت؟ در حقیقت. تو نشنوم باور نمیکنم. بیا بشنو. رفتیم. خیز رفتیم.
نه سانم بیمار هستی نه آخر سانم نرو بیمار هستی آخر سانم ببین آخر مرا گوش نمیکند سانم نرو بیمار هستی دخترم. چی میگوی همکار؟ در آنجا نخواستم که دیگرها به وهم آیند، اما این آدم کرت کلس است. شاید یگان نفر دیگر باشد. چخله که گفتی در دستمان دلیل کافی نیست. آخر بجز کرت کلس کی میتواند باشد؟ کرت کلس اکه اونالی جونا مر کرد. یک نفر پلیس کشت. حتما انتقام او را میگیریم. من هیچ کس را نکشتم. سلاح جنایتی را پیدا نکردیم. اگر کیلس زنده باشد هم برای او را محبس کردن دلیلی نداریم. چه ها گفته ایستاده؟ چه خیلی دلیل؟ فراموش کردی؟ کمیسر لوین با چشمان خودش دیده است. تسلیم شو به شرف. اونر بیعقلی نکن، رها کن روان، من گناه ندارم. اونر من نپراندم لئین. اگر وای کرت کلس باشد برای انگشترین برمیگردد. درست میگویی. با دختر چیزی نشده باید انگشترین را از او گیریم. کلس شاید با او ضرر رساند. ما اولی نمردم. تو با ماشین را من میآیم. گپ نیست. کاری دختر زود باشه، دیر شد. کافه رو رفته شدن لازم. بله امروز این خیلی شد. بله این هفته کمی کار زیاد است. با فکر من در حال باید رویم. از اون کلچه خنده کرده بودی باز کنیم امروز. بسیار با لذت اومده بود. بله بسیار با لذت می شود. بله بسیار با لذت. خانم زینب یک ثانیه میتونیم صحبت کنیم؟ خیر این خیلی باشد ما میرویم دخترها. رفتیم. در کافه و میخوریم زینب جان. بله میتونیم صحبت کنیم. زینب یک ثانیه تمام شد. چی؟ برای کار. یک دقیقه. باید از تو آن انگشترین را گیرم. کدام انگشترین رو؟ انگشترین نامزدی زهرا شنلی را باید از دست تو گیرم. چرا میگرفته ای؟ چون که این دلیل یگانه است. دلیلی چی؟ اگر کلاس زنده باشد برای دستگیر کردنش به این احتیاج دارم. مرا ببخش، این آخرین خاطره دخترم که من است. به هیچ کس نمیدهم. خواهش نکردم. در حال آن انگشترین را به من بده. ندیهم چیکار میکنی؟ کنی بده این را. نمیدیم آخر. زینب انگشترین را بده. بگیر. رهایم کن آخر. سرده زینب انگشترین را بده گفته ایستادم. زینب بده گفتم. کمیسر مراد زینب آوازی کردن نمیتواند، نجات بده او رو. آوازی رو نمیتواند؟ بیا کمکت کنم. بیا. چی؟ آوازی کردن نمیتواند؟ ای دختر چیکار میکنی؟ بیا برارم تو رو. ملیس زینب آوازی کردن نمیتواند. چی گپ است؟ دخترم نجات ده را، یاریش کن غرق نشود. زینب خدایا زینب بیا اینجا. زینب دست رو ببند زینب جان.
دستت رو ده زینب. دستت رو با من ده. دستت رو با من ده. ای ماهی سرش بیمکش. برو برونت از اون. شما چی کار کردید؟ یاری تجلی رو جغزنه. یاری تجلی. نلیس. ای واه نفس نمیگیره. چیکار میکنیم؟ هیچ چیز نشده است، آرام شوید. هیچ چیز نشده است آخر. چی خیلی هیچ چیز نشده است. چی خیلی افتیدید؟ آخر اینجا پایم لغ شد و افتیدیم. برود زود بابای هوای سونی بیته کی میموند. بوسه کن بوسه بوسه بوسه. بوسه دی هم نفسی سونی بیده. کمی سرمورد شما این کارها رو خوب آموختید. آخر نجات بدید زینب رو. نه من نمیتوانم. من نمیکنم. چی خیلی نمیکنی آخر؟ اگر تو نکنی من نکنم. یا خدایا زینب میمیرد. به شرم از هوش رفته است. انگشترین را گیرم. این بدبخت کجا شید؟ چی گپ اینجا؟ زینب چیکار کرده ایستاده ای؟ حالا ببینی تو رو به سود میدهم. چیکار کرده ایستاده ای؟ تو پلیس رو زدی میفهمی؟ غریب غرق میشدم. بس که هات بیا بریمی. زینب جون تو خوب هستی؟ دختر از هوش رفته بود. پدرت مجبور کرد که نفسی سونی دی هم. چیکار میکردم؟ مراد بس که سر وایرونه که چخیل نفسی سونی دیونه. حیوان متر 10 بار گفته که دختر را گرفتنی. مدام معقوله نمیفهمی. چیکار کردم زبیک؟ متر نپرسیده بودم که دختر معقول تو کنی. ولی من هم به تو نگفته بودم که خوشم نمی آید. خچی بعد دوی میبینید که قفم دختر میگردی. من هم گویا او رو بسیار میخواستم. برای انگشترین رفتم. ندانسته گپ نزن. انگشترین در گجوی بعد گرفتن نتوانستم. چیکار کنم؟ تو رفته گیر کنی بینم. بس که نور نمی گپاتا. برای شیم کسون تعلیش کن بیا. ما باید خاطر کمیسر اون رو پیدا کنیم. پیش درا. خدا لعنت کند. رفتیم. کمیسری بیروی این انگشترین رو به تو داده که از رو به تو میدهم مگر؟ خاله جان از این میمون خلاص شدیم. اکنون رفته یک کرته عروسی ببینیم. میبینیم دخترم میبینیم. آخر شما خوب هستید. چه خیلی کرته عروسی است برای خدا. مادر شما چی ها میگوییم؟ مرا سوختی سوزاندی خاکسترم کردی. آسیا زود باش رفتیم. و خیر است دگانه چی شد؟ پسرت هجری به بالای مناره مسجد برآمده است. آخه در بالای مناره چیکار میکنه؟ قوه برق خاموش شده است. ایوجا از آن میته چی؟ نه آسیا پسرت از بالای مناره به تمام محله سنم را دوست میدارم میگوید. چی؟ تو چی میگوی؟ تو چی گفتنت را خودت میدونی؟ از زیبا سنمی ترکیه شنیدم. وای چه بلا به سرمان اومد. خاله اگر این راست باشد من باید هجری رو پرانم. دخترم چه خیلی میپرانی. اویست اولی رویم کار را فهمیم. رفتیم. خاله چی گپ شده باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدای مهربان با من کمک بکن. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 جماعتی عزیز. صدا بر اومد. دقت مردمی عزیزی محلم، من با اینجا به خاطر یک چیزی مهم را اعلام کردن برآمدم. شما را برای اعلام کردن در حولی مسجد منتظر هستم. دقت جماعت عزیز، شما را برای اعلام کردن در صحنه مسجد منتظر هستم. یا خدایا این حالی ما را ببین. جماعت عزیز بیایید، بفرمایید جماعت عزیز. آمده ایستادم. جماعت عزیز کمتر زودتر حرکت کنید. بچم در اون بالای مناره چی میکنی؟ حاضی وقتی از اون نیستی کو فرو.
мардуми маҳалла ҷамъ шавед. ҳиҷрӣ мард бошӣ ки худта парто марди ҳақиқӣ анам хел меша парто дарди ишқро диди ҷура диди чӣ хел корҳоро мекунам барои ишқ. ҷамоати азиз марҳамат, ҷамоати азиз биёед. ӯ чӣ кор мекунад? чаро онҷо баромадааст? муҳтарам ҷамоат, сафҳоро рост кунед, байнатон холӣ намонад, шайтон дар байнатон медарояд. ист ҳиҷрӣ ист. аввал ҳамон гавҳора бахшад ҳам ояд, баъдан эълон мекунӣ ки маро дӯст медорӣ. бачам нагӯ нагӯ, соф ба ӯ духтар дӯст доштанта нагӯ. маймуни ҷодугар, ту ҷоду кардӣ ки ҳиҷрӣ ба болои манора барояд ҳа? гӯш кун девона, камтар пас хоҳӣ дид ки чӣ хел ҷоду кардам. бору бандатро ҷамъ карда каме пас аз ин ҷо меравӣ. мунтазир шав. ҳиҷрӣ бигӯ. мошалло, дар намоз ҳамин қадар одам намеояд. бисмиллоҳ. ҷамоати азиз, бародарону хоҳарон, ҷамоати муслимин, амри маъруфи имрӯза. санам, шармандам кардӣ. ман чиҳо гуфта истодам? кани ҳиҷрӣ, кани бигӯй. тамом айдача мегӯям. агар бигӯӣ туро аз манора мепартоям. чӣ гап аст инҷо? ака ҳиҷрӣ ишқе ки ба санам дорад эълон мекунад. о ҳиҷрӣ, чӣ хел ту одами романтик ҳастӣ. ман ҳам ба манора баромада ишқе ки ба сайрам ҷонам дорам эълон мекунам. омухаҷиб, худут медонӣ ки амун духтар писале дорад. сарта кор фармо чӣ гуфтести? мепаронамон е бадбахт. як корое мекунӣ акай канон. бошад, бе ин ҳам ӯ дар дили ман парондааст. бигӯй охир ҳиҷрӣ, мунтазири чӣ ҳастӣ? беҳуда ҳавас нахӯр маймун. ҳиҷрӣ туро не номи маро эълон мекунад ва маро дӯст медорад. бародарони ҳамдини ман, дилҳои моро ба якдигар танҳо ва танҳо худованд гарм мекунад. ишқ худаш як ҳиссиёти бузург аст. худо аз ин ишқи бузург ба ман ҳам насиб гардонид. ин дили маро ба як бандааш моил гардонид. ҷамоати азиз, ман мехоҳам ки ба шумо як чизи муҳимро бирасонам. аниқтараш як нофаҳмиро ислоҳ кардан мехоҳам. ман сайрами девонаро дӯст медорам ва мехоҳам ки тамоми дунё инро донад. вой вой, магар ин зеботанами туркияро дӯст намедошт? чӣ? сайрами девонаро дӯст медорӣ? яъне чӣ хел? модарҷон, шуд духтарам, ором шав. ту чаро ҳайрон шудӣ маймуни ҷодугар? ҳиҷрӣ охир туро не маро дӯст медорад. ба ту гуфта будам. кани падару модаратро гиру рав аз ин ҷо рав. ӯ ҳозир чӣ гуфт? ака ба худо ма ҳам ҳайрон шудам. мега сайрами девонаа дӯст медорам. охир ҳиҷрӣ, ту инро чӣ хел ба ман кардӣ? ака хита ба даст бигӣ. ҳар чӣ ояд бар сари канъони бадбахт бигзарад. тайёрӣ туя бинем. ҳиҷрӣ акнун номуси ман мебошад. 40 шабу рӯз туй мекунам. модарҷон чиҳо мегӯяд? санам, диди қодир аз аввал духтарамонро ҳеҷ дӯст намедоштааст, боз духтарамонро гирён кард. санам, о ту духтари маро чӣ хел гирён кардӣ? оҳ, эълон кардам, дилам сабук шуд. санам дар куҷо аст? санам, майдачам, дар куҷо ҳастӣ? ҳиҷрӣ, ба ту ҳеҷ намедебад, ҳеҷ. акай ҷавҳар чӣ гап шуд? бисёр ҳайрон ҳастам ҳиҷрӣ. чӣ хел инро ба он духтар раво дидӣ? ба худо акай раҷ, ман маҷбур ҳастам ки он духтарро дӯст дорам. ман санамро... ту чӣ хел гап меданӣ ҳиҷрӣ? чаро ин хел гап меданӣ? ин гапҳо ба ту мезабад магар? ин худаш ҳаққи бандаро хӯрдан аст, намедонӣ магар ту писарам? ё худоё, рафтем ирак. акай ё худоё, чӣ шуд охир? албатта, аз манора ишқро эълон кардан ҷоиз нест. нороҳат шуд мардум. бачаме, вой бачам. ку дастмамачак, табрик мекунам. ай ҳама қарори дуруст баровардӣ бачам.
تو شیرینانی، تو یختایی، تو بچه مایی، رنگ خطی هدت جانم زنی. آی هجری، مجبور نبودی که دوست داشتنی ما رو به همه محله بگوییم؟ و خودم میگفتی کافی بود، ما رو شرمنده کردی. چی؟ بهترین سلسله فیلم های ترکی، هدایت، عشق و نفرت، زخم دل، و مانند اینها را. این چنین ویدیوهای جالب را با صفتی بلند می توانید از یوتیوب کانال شهناز مدیا تماشا نمایید. با کانال شهناز مدیا ابونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید. با فکر تو هم مقصد کار همین نیست؟ کلتکلس در اصل قهرمان است. زهرا باشد دختر نخابدار. فانتزیای بای داشته ای؟ تمام قبول میکنم، این فکر من است و برای این را اثبات کردن تو حال یگان دلیلی نداری، اما پیدا میشود. یگانه دلیلی که در دستمون است، هر دو اینها از پس اژدهار بدبخت میگردند. سوال به میان میاد که هر دو این چرا از پس اژدهار میگردند؟ من تنها با یک چیز باوری دارم، میدونی؟ دین شب آدمی در قبرستان بوده، انیق کرتکلس بود. سردارم، مدیر شما رو میپرسد. مرا؟ همکار با چخچخ میکنی. اگه چیله رحیم چی گپشته باشه؟ نمیدونم. یک دیپلمات تاجر مهم برای سازشنامه تجارتی مهمی را امضا کردن به استانبول می آید. گروه نمیخواهد که سازشنامه امضا شود، میخواهد که برای کشتن دیپلمات نقشه بکشد. اگر پگاه اون قهرمان رو برایم برآید او را میکشم. با تو صحبت کرده بودیم، گروه او را زنده میخواهد. پروا ندارم. ای باور کن حیران میشوی. چی شد همکار؟ یک دو آدم دولتی می اومده است میگه که امروز شما محافظت میکنین. آخر باید ما کرتکلس رو دستگیر کنین. همین خودش دو روز پس ما رو میپرسه که کرتکلس رو دستگیر کردید یا نی؟ پرونده به عهده من، تو پروا نکن. خیر باز میبینیم. مراد کمیسر، وظیفه بسیار مخفی تو چی باشد؟ هیچ فکر نمی کنم که اژدهار باشد. به خدا من صنم رو دوست می‌دارم گفتم. چه خیل می‌شود این کار؟ اکا من اونجا بودم، با گوشهای خودم شنیدم. من سیرم این دیوانه رو دوست می‌دارم گفتی. یا خدایا، یا خدایا،
من نگفتم آخر. من سنم رو دوست می‌دارم. دامل حزمی این گفتت حقیقت دارد. هیچ باورم نمیآید. آخر اکنون کیلت با زنده بوده است نه خود. بله، زینب او را با چشمانش دیده است. آن فریبگری ساختکار در بالای مزار دخترم زهرا بوده است. توبه کردم خدا، در مزارم آدم را راحت نمیگذارند. دیدی آخر کجا رفت؟ ندانم. خوش آمدی یکی کانون. من خوش آمدم ولی این کاری کرده ای تو خوب شد مگر ها؟ چی شد؟ آخر تو سنم رو دوست نمی داشتی؟ من سنم رو دوست می دارم اکی کانون. پس چرا با بالای من را برآمده فریاد زده گفتی که سیرم رو دوست می دارم؟ اکی کانون خطا شده است. من سنم رو دوست می دارم. چه خیل خطا آخر؟ چه خیل خطا؟ همه محله درباره این گپ زده ایستاده است. باز مادرت دعوتنامه توی رو تقسیم کرده ایستاده است. اکنون من از این مشکلی چه خیل میبرایم اکی کانون. هجری تو اکنون سیرم رو دوست نمیداری؟ دوست نمیدارم اکی کانون. با این را بر وقتر نگفتی؟ هجری قریب بود که دلم میزد میمردم. چرا تنجس اکی کانون؟ اکی کانون من اکنون دلی سنم رو چه خیل به دست میورم. هجری آن کار آسان است. با عهده من سپار. من هر دویتان را در یک دل جای میکنم. ای جانی من، شیر بچه من. قول بیده، قسم خور. چه خیل قسم هجری؟ چه خیل قول؟ گپی ما خودش قول است. ای خدای خدا، باز قسم میخوردم. خدا از شما راضی باشد اکا جانم. انشالله میشود. ای مرک چیکار کرده ایستاده ای؟ اگر کانون دیوانه فهمد که پولها رو گرفته ایم هر دویمون رو پویز میکنه. نه میفهمد. نیم ساعت پس پولها را برده در جوش میمونیم. در آخر این 10 میلیون نه اکای شوکت 40 میلیون میکنه. در آخر ها یکی پولها رو از دست دهیم چی؟ تو گپ نمیفهمی ها؟ تا وقتی که ما در کانون دیوانه کار میکنیم از می دختر شما دو میتیه یگان کار کرده باید ما خود ما شیف شویم. بیدار شو. هم بسر ما یگان بالا بیه کلتکیلس آمده ما رو نجات میدیه. راحت باش. تو رو نجات میدیه دو ما رو میکشد. تو زیغ نشو. من دستر قولت آمده فاتحه میخونم. گوش کن. پیش یک کزینو در آمده باید ما تورت کنیم. فهمیدی؟ برکتی بازی دیگه میشوه. ایسی رو از روی من. نترس. آن انگشترین را چه میگیرم ها؟ دقت در محله زرافشان از مکان قماربازان خبردار شده. شد من میروم. انا ایره بلندی تقدیر میگم. ای با چه خطه به دست بگی. چه کدی؟ جمع که پولو را. تشکر برای بازی. ما اکنون میخیزیم. همین خیلی میخیزیم. سامی بیشی جوته 5-6 میلیون دیگه کار کنیم برمیریم. سعید احمد بکش. بچه همه سومها رو گذاشتی؟ تیگر آرام من میدونم.
این نوبتمو میبریم. تزو کرول دارم اینه. دستمو بسیار زور آمده است. ایوا شوخی ها. شوخی ایوا ما مردیم. نه مردیم، زنده ایم. سراسیما نشو. حضرتو اینه کالیتوی بنتلی. ایستا برادر، تو کیستی؟ کجا میروی؟ نزد رحیمی سوارچیک میروم. کجا؟ بلا زند. برادر چی شد؟ بخدا ما ماشین نمیتونم. التماس برادر پول مولا همه جا بگیره. اوش دوشنده ماشین نگیره که کانون ما را بخدا نمیتونم ماشین ما تنها یک ماشین داره. مگر این رو بگیری بعد ما چقدر بگردیم. اکی ماشین جالا بخدا خودت ده ماشین داری نکنم یا ماشین ما را بگیری. التماس بسیار گپ نزنید. کلید را دهید. کلید رو گذار با بالای پیست. کلید رو گذاشتیم ما رو نکشید. سمی بلاک بزند. سمی نمون ماشین که کانون بکشد. کانون پرسم هم میگم سمی مون ماشین شوکت باز قمار بازی ها؟ خدا بی شما هم که مردکای داشتگی یا ماشین همو بکشید. اینجا چیکار میکنید ها؟ تو کی هستی باز؟ با من گفتن که اینجا بازی کلان است. خواستم بختم رو بسنجم. کمیسر مراد برای نجات دادن ما آمده است. نجات میتیا. این بچه اوچته یا نجات میتیا. راست ترمال میبرن. حالا بی دیر مانده برادر. امروز بازی تمام شد. تا من تمام نگویم هیچ چیز تمام نمیشود. بجو شو. مرکز در مکان حادثه هستم. آماده اینها را برید. فهمیدم سردار. علاقه تمام. کانی بجویت گذار. سمی؟ تورت فایده مون کرد. کمیسرم شوکت و سمی خاک پایتان شود. اولا برای ما رو نجات دادن از شما منت داریم کمیسرم. بعدن با بیعقلی نکنی ما و سمیرم بر زندانی کنی. درست. شوکت باز قمار بازی کردی ها؟ باز قمار بازی کردی. این چندون بار است؟ این چندون بار است ها؟ چخیل چندون بار مراد کمیسر؟ این یکم بار است. شوکت با من در باره قمار گپ نزن. از راستی که سرم حالا بسیار ویران است. خدا جزایت را دهد. تو دیگر اصلاح نمیشوی. کیرف جون وضعیت بسیار متشنج است. به خدا یاردم نکنی میکشم. وای شوکت تو مگر با من فایده میاری که با میزی قمار میشی؟ به خدا همین مراتب آخرین بار. آخرین. بس کن شوکت. از برای خدا بس کن. برای نجات تو من چیها کردم. همچون امام اومده آدمان را خانه کردم. موشزن شده بعد این برآمده موش خوردم. من دیگر چیکار کنم؟ اما تو هیچ با عقل نمیشه. برادرم باز به خاطرم اومد. پلهایتان را برگردانده گیرید. یعنی ما رو حاضر به امنیت نمیبرید کمیسر؟ خاموش باش. پلهایی که از کنعان دیوانه گرفتید باز پس گردانید. بخشش کمیسر ولی شما از کجا میدونید که این پلهای کنعانی دیوانه است؟ دیگر از کی میگرفتید ها؟ البته از کنعان دیوانه. راست میگی بخدا ما دیگه کی میگیریم؟ اخی با شما پولا رو جمع کنیم. سمی یاردم کو جمعش کنیم. بگی صد میلیون جمعش کنم. شد ایستید. پلهای خودتان را گیرید. زیادش حرام است.